ریاست صنعت و تجارت ولایت لوگر به حمایت کمیسیون مستهلکین به مقدار 17 تن مواد خوراکی و غیر خوراکی تقلبی به کیفیت و تاریخ گذشته را از دکان‌های شهر پلرم و ولسوالی‌های این ولایت در مدت 6 ماه سال 1404 جمع آوری کرده بودند که در حضور داشت هیئت ضبط حریق نمودند. مسئولان در ریاست صنعت و تجارت لوگر فروش اجناس غیر مجاز و فاسد را خلاف اخلاق اسلامی و ناجایز می‌خوانند و خواستار جلوگیری جدی فروش آن شدند. دکانداران غوښتنه داده چې تاریخ تیر شده او بې کیفیت مواد خرڅ نکړي. که چیرته دوی سره دا تاریخ تیر شده مواد گیر سي ورسره قانوني چلن کیږي. با این حال اعضای کمیسیون مستهلکین بر تداوم جلوگیری از تولید اجناس تقلبی و بی‌کیفیت و تاریخ گذشته تاکید میکنند و میگویند تجارانو باندې حق کوم چې تقلبی او تاریخ تیر شده سامان چې کوم په بازار کې دغوی خرڅوي جدا د دوی نه دوی اجتناب وکړي. گفتنی است که با تولید اجناس تقلبی به کیفیت و تاریخ گذشته و استفاده از آن سبب شده که امراض گوناگون میان مردم شیوع کند و هزاران تن در پی این امراض جانهایشان را از دست دهند.